Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ba kulli mardi musulmon. Mohi sharif Ramazon ba tamomi mardi musulmon muborak shava. Uمیدوارم که مرا خوب درک میکنین. یک ویدیو میکنیم، ویدیو را دراز نمیکنیم، حرکت کنیم. التماس از همتون خواهش میکنم تا آخر تماشا کنین و فکر عقیدتون در کامنت حتما بنویسین. ویدیو دا اگر امکان باشه یک تا لایک مونه پدلیس کنین، در واتساپ یا ایمو چیزی کنین پدلیسش کنین. برادرای عزیز خوب گوش کنین ویدیو را. نسبتی تاج مسلم و ایدیبک خوب نوارا گوش کنین برادرای عزیز. با میکنم که نوارا خوب گوش کنین. امروز نگاه کنین برادرای عزیز که نورالله علیف ملت تاجیک در امریکا در UFC معرفی کرده است که ویدیو نورالله علیف پارتوف در یک روز 30,000 آدم تاجیک ملت تاجیک چقدر دست کرد. دنوای شاک دامون ای ملت تاجیک اصحاب تمام 400,000 подписчик داشت در یوتیوب. ای پشتی تاجیک، ای پشتی عبدالرازق زیاده از 2 میلیون подписчик کرد امروز. نیا کنه که تاجیکا چخیل ای پشتی دیگه ملت ها ای پشتی تاجیک فخر میکنن، خیب میقپن، چخیل مردم نه. اما امروز تاج مسلم قطعی ایدیبک چیکار میکنن؟ من شما دا میگم امروز چیکار میکنن. ما کوشش میکنیم که همه کوشش میکنیم که ملت تاجیک دستگیری کنیم، یک جویا باشیم. اما این دو کس صورت یک نفر میمونن انمی حرام خورد. نمیگن که فلانی حرام خورد، میگن تاجیک حرام خور، میگن تاجیک مشینیک، میگن تاجیک فریبگر. کی معرفیش کیسته؟ همین 2 نفر ایدیبک و تاج مسلم ملت تاجیک امروز با مشینیکی و با حرام خوری و با دیگر چی در تمام دنیا معرفی کرده است. یک از 30 میلیون گرفت، یک از 10 میلیون گرفت، یک از 5 میلیون گرفت. همه را میشه در پشت اکران حل کرده. مقامات برای چی است؟ یک رفته یک عریضه می‌نویسن، همه را یوفت تمام در راز میتن، تمام دنیا باشه میکامی وانشه. یک روز میگریزه، 2 روز میگریزه. وقتی در راز باشه در یک دنیا جو گفته روسا پاپال میشه میقپانش. اما شما چیکار کردید؟ ملت تاجیک شرمنده کرده. نه بس بدگیست. فلان کس حرام خورد، فلان کس فلان کرد. شما انسانی خوب میبودین. کانال خلیل تیوی امروز از باباجان 88 برآمد بخشش پرسید. همه فیلم را شما فرمان میدین که ویدیو را پارتوی خیلی کن. رمضان خلیل خواه شما فرمان میدین که نسبت کل تاجیک ویدیو کرد، نسبت ما ویدیو کرد، نسبت باباجان 88 ویدیو کرد. شما فرمانش میدادین. 2 تا فیدنگری که در یوتیوب هستن امروز، 2 تا شخصی که ملت تاجیک شما امروز معرفی کردین که مشینیکه، ملت تاجیک حرامخور است، ملت تاجیک فیدنگر است. هر دی شما در تمام دنیا امروز برادرها زنگ میزنن میگن ای همیو بس نمیکنن، ملت تاجیک شرمنده کردن. در کجای کارخانه کار میگه تاجیک میاد کار میکنه، میگه تاجیکای ختم بختان ساز نمیگیره. چی امروز میخیزین گپ میزنین شما؟ در یک جای امروز تاجیک گپ میزنه میگه ختم اول بریم بختان ساز بگیریم بعد بیاین وقتی ما گپ دارین. میگه از پشت کی؟ از پشت ایدیبک، از پشت تاج مسلم. عیب نیست مگر؟ الله شاهد است. ماه شریف رمضان است. حالی هم سری وقت همین قدر گروپ های بدین همش عبارت رفتن. حالی هم شرمنده نشیده، حالی هم خداوند پرده رو تا پالی نکشیده. تاج مسلم ایدیبک حالی هم پرده رو تو خداوند نکشیده، شرمنده تو نکرده. یا شرمنده شیدگین شما، شرمنده خوب نشیدگین. حالی هم سری وقت ای ملت تاجیک بریم بخشش پرسین یگان کار دیگر کنین، یا هم زبار بکنین، زبارای خطونه بکنین، سری خمی خطون خودی کاری خطونه بکنین. بر یک کسی دیگر مشینک برآورده ملت تاجیک شرمنده نکنین. بس بدگیز عیب نیست مگر؟ آخه ما بگم فلان کس بگن مشینیک مایل نه که میگن تاجیک بود مشینیک، میگن تاجیک بود حرام خور. امروز روس هم تاجیکی را یاد میگرفته که داغستانی هم، چچن هم، ازبک هم، قرقیز هم، همه ملت روی تاجیکی یاد گرفتگیه. میاد امروز در کارخانه ها میاد میگه ای تاجیکای شما ختم بختان یک گپ میزنی، میگه تاجیک ختم بختان ساز میگه سینما میاد گپ میزنی میگه امروز. مگر عیب نیست ما را بخیزنم خیلی گپ زنم؟ بس بده زمین فیدنا و ویدیو شپکه همو کامنتاریای ختم بود رو همو ویدیو اطفال برای شما را بس سایتونه. همو مردم اوجه خیلی اخوراتون که است.
شما حتی ماه شریفی رمضان حرمت نکردین، امروز خون یکدیگر تا ویدیو شوپا کردید خود استین. برادر بودین کو؟ ایدیبک قطعی رمضان تو دیگر روز برادر بودی کو؟ خون یکدیگر تا روز خود استین کو؟ تاج مسلم شاگردا چی گپ ای روز خون یکدیگرش خود استن کو؟ او نسبت خودت با ویدیو میکنن زیق نشه. نسبت خودت با ویدیو میکنن. برای کی شما حق نیستین. وقتی حق میبدین حق به حقدار میرسید. انا امروز حق به حقدار رسیده که شما چقدر لیتساتون وجه خداوند پرده را کشیده است ای روتون. عیب نیست مگر امروز تاجیک به همه نمود معرفی کرده استین. ماشینیکم دزدم حرام خرم کی نمیکنین؟ نه؟ هیچ کنم یکی با بوجان آسیاد فلان کار کرد میگن تاجیک بود. عیب نیست مگر همین کارتون. خیلی سخن ما راجع خودتون فهمیدیم برادر عزیز که چی خیل امروز از پشت عبدالرازق دیگه ملت ها هندو چیا خیب قبیل هستند. از پشت عبدالرازق ما تاجیک ما دیگه ملت ها اصحاب تمام 2 میلیون پادپیسی جمع کرد پشت عبدالرازق. امروز دیگه ملت ها با از پشت یک عبدالرازق که خداوند این قاکای نکی چی قدر خداوند شهرتش داده است. عیب نیست مگر ما اینوز تاجیک خمون امروز میخوایم سیاه میکنیم. عیب نیست مگر الله شاید ای کاراتون بر بگردین. بیاین دوستی کنیم، بیاین برادری کنیم، بیاین یکجویگی ملت تاجیک دستگیری کنیم. عیب نیست مگر امروز میخوایم تاجیک در همه معرفی دنیا شرمنده میکنیم. عیب نیست مگر کم ترک باشه و با خودتون فکر کنین یک بار کم ترک باشه خسارت در تکسری ما فکر کنید چیکار کرده استید تاجیک شرمنده کرده استید. کم ترک باشه. خیلی انشالله آدم ها میفهمیدگی انشالله که سخنی مرا فهمید. با میگم تو که بس بدگیست همین کار. با میگم تو بس بدگی ای مردمی که تماشا میکنین بس بدگیست در تای کامنتاری او اخورا که یک دیگر فرد روز قیامت انشالله کسی که بد است جواب میده. با میگم تو که بابا جان 88 حرام میخوره، کل تاجیک حرام میخوره، بابای لنگری حرام میخوره، خیری مهاجر حرام میخوره، بابای قن حرام میخوره یا تاج مسلم حرام میخوره که ایدی به فرد روز قیامت هر یکی در نزد پروردگار راست میشیم جواب میگیم. با میگم هر دیده فتنه‌گرا ملت تاجیک با فتنه و با چی که امروز از پشت شما شیده مرده های تاجیک مردم بلاگر ازبکستان کرده است. مرده های تاجیک بیمارای تاجیک مردم داغستان چچن کرده است. زبر از پشت شما فتنه‌گر. عیب نیست مگر تاجیک دیگه ملت دستگیری کنه امروز که زیاده 100 تا بلاگر تاجیک داریم اما امروز خدمت با خدمت ساز نیستیم. اما دیگه ملت ها از پشت ما فخر بینه که تاجیک نگاه چی خیلی میکنه پاپولار نیه اما ما خدمت با خدمت ساز نیستیم. عیب نیست مگری. انشالله که سخنهای مرا خوب فهمیدین. با میگم تون ایدی بیک تاج مسلم با میگم تون که عیبا بدونه امرای فید نگریتون بس کنین. همون تاج مسلم زبار داری سرک تا خم که پشت کاری زبارت بشه. تام ایدی بیک دو تا یوتیوب کانال داری چی داری بهترین ای پشت کاری خودت بشه. الله شاید ماه شریف رمضان بود اگر من میدونم چی ویدیو نسبتون بکنم نه که ماه شریف رمضان بود. خاطر ماه شریف رمضان من یگان چیز من پروس چیز حق بود برای مادام گفتم تو. الله شاید است نسبت یگان کس غرضی بد ندارم. با میگم تو که تا امروز اگر حق یک کس خورده باشن خداوند نصیب نکنه نه که با میگم تو که چی ویدیوی نسبت من میبینین الله شاید. با میگم همه ای شانتاجای همه ای با مصلحت پیشکی خودشونه. با میگم تو انشالله که مرا خوب فهمیدین. انشالله که مرا خوب فهمیدین برادرای عزیز. در آخر یک چی گفتنی هستم برادرای عزیز. انا همی پرده اویا کسای مهاجران نوراش میمونم برادرای عزیز. کسایی که بیله در کورای حرکت میکنیم با نرخ دسترس با نرخ ارزان حرکت میکنیم. انا این پرده نوراش میمونم زنگ بزنین. انشالله که اویا کسای خدمت انشالله که در خدمت هستیم و این پرده نمره اویا کسای میگرانت میمونم برادرای عزیز.
زنگ بزنید. این شام آبیا کسی اکی ارزو هسته زنگ بزنین، خواهید ایده زنگ بزنین، خواهید ایده زنگ بزنین. برادر از حرکت میکنیم که بلیط های ارزانت با تمام مردم مهاجی دسترس کنیم. با میگم تا که حرکت میکنیم، کوشش میکنیم که باید ما امروز ملت تاجیک یک جویگی ده باشیم. با میگم تا که هر چیزی هست از برای الله تا امروز خدمت کردیم، ان شاء الله دلش هم خدمت میکنیم. واقعی سربلند و خانواد باشین برادرای عزیز. هر یک تا فکر اخته در کامنتاری ان شاء الله که بنویسید. یگان سخن خطا نسبت ما باشه با میگم بخشش در ماه شریف رمضان میگم از همتون بخشش عذر زیاد میخوام. واقعی سربلند و خانواد باشین. خداوند یار و مددگارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.